بعد حاجی غریبه نیستین، بعد از این داستانی که شد در مورد همین داستان خانوما، حالا من که حالا با هم میگیم، من که کسشر گفتم، یعنی کسشر که گفتم اصلا منظور من اون که اصلا به روح مادرم نبود، که طرز صحبت کیری بود. بعدن هم این وسط یه سری حالا بنده خدا گرفتار بودن، میخواستن یه اتفاقای بهتری براشون بیفته که انشالله به امید خدا بیفته، یعنی کسشر شد. ولی بعد این موضوع خیلی با خیلی از خانوما آشنا شدم، خیلی آدمای درست. میخوام یه جوری بشه، میخوام به زنها کمک بکنم، نه اینکه میگم کمک برام فردا جلوی بیت اولی بگم آقا این بخوان هر کاری بکنن، نه من خودم بیام کله منو تو کون من میکنم، من برای همین نمیام. مثلا چه میدونم دیگه، زن شغلی نداره، یه شغل مثلا بشه براشون پیدا کرد، شغل آبرومند در حد کلاس خانوم، فهمیدی؟ دنبال این چیزای اینجوری هم، ولی برنامه ندارم که